تفنگ زدن. دیروز که شما میگه پنجره من اونجا 248 مثلا راحت اما بعد دیدم نه مثلا به 248 میگه میتونه اونا با با سلام، محمد گرجان هستم، تیرانداز رشته بنچ. حالا امروز توی کلاس 5 متر داریم تمرین انجام میدیم. با سلاح مورد استفاده هم کریکته، یه سری تغییرات توش داده شده با لول لاینر FX 70 سان و یه چمبر اضافه. بعد در مورد قدرت که دو کلاس آزاد هست، الان این مسابقه تمریناتمون رو شروع کردیم. ببینیم چیکار میکنیم. با اسلاگ سیگرین تمریناتمون رو انجام میدیم. حالا تو وضعیت باد امروز که تقریبا 2 تا 4 متر فکر کنم باشه، نزدیک کمتر بود، 3 تا 5 بود امروز، حالا نمیدونم فعلا الان 3 تا 5 میده. ببینیم چیکار میکنیم. به نام خدا، صابر عباسی هستم، یکی از شرکت کنندگان اعضای تیم بهشت ایران. بعد امروز هم اومدیم توی باشگاه بالابان گرگان تمرین تیراندازی بهشت 5 متر انجام بدیم. بعد سلاح شخصی بنده هم پروفت 2 هستش که روش لاینر 80 سان نصب شده و با اسلاگ‌های سیگرین داریم امروز تمرینمون رو آغاز می‌کنیم که واسه مسابقه آینده آمادگی لازم رو داشته باشیم. به نام خدا، فرشید افشاری هستم، با تفنگ پریست در حال تمرین مسابقات برای 5 متر. اینجا هم باشگاه بالابانه. تفنگم هم همیشه همون دیفالت ساده دیگه. سلام، علی الهی هستم. امروز 18 خرداد ماه، باشگاه بالابان هستیم برای تمرین 50 متر، چون در تیر ماه مسابقه انتخابی داریم و امروز اینجا جمع شدیم که یه تمرین خوب بتونیم داشته باشیم. تفنگ مورد استفاده من برند RTI مدل P1 هست که لاینر روش نصب شده، لاینر 80، و از اسلاگ 31 گرین استفاده میکنم و دوربین نیکو با زوم 1050. نام خدا، صادق قرنجکی هستم، عضو انجمن تیراندازان بنچست ایران. امروز اومدیم باشگاه تیراندازی بالابان گرگان استان گلستان برای تمرین کلاس 5 متر آنلیمیتد. تفنگی که استفاده میکنم برای این کلاس برند RTI مدل P3 یا هم P3 با لاینر 70 کاستوم شده، لاینر 70 FX، و از اسلاگ سیگرین برای این کلاس استفاده میکنم. دوربین ویور T36 و رست ME و ریبگ سپ. خب تمرین امروز خوب داره پیش میره.
با دوستان همراه آقای علی الهی، آقای گرجیان، آقای عباسی، آقای افشاری هستیم خدمتتون در باشگاه بالابان گرگان. وضعیت جوی هم که در ویدیو قبلی دیدید خیلی نرمال نیست، باد شدیدی داریم، هوا گرمه، حدودا 35 درجه. کارت دوم من هستش. علی و محمد. کارت دوم آقای الهی. خرابه. باد حدود 4 تا 6-7 متر تیراندازی شد. 5-6 متر اینجوری بگیم بهتره، چون داشتیم آنالیز میکردیم، نگاه میکردیم بادو. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 7 8 تا 9 شرایط جوی الان کارت سوم رو داریم که اندازه میکنیم. باد مدی 5 تا 7 متر نوسان هستش و با این مدده میچرخه 5 تا 7 متر. اندازه سخت‌تر از اون چیزی که حالا تو تصور خودم بود. کمی تمرکز کردن روی تارگت سخت شده. تا این پایان کارت سوم هم تموم کردم و میکنم امتیازم شد 241 2 یا 3، چون 2-3 تاش رو حتما گیج میخواد، خیلی نزدیک خورد. چالش خیلی سختی بود این کارت. تقریبا 19 دقیقه رو من توی شلیک بودم، توی در واقع تیراندازی بودم و اونم یه دقیقه آخر رو من دیگه آزاد شدم. گرفتن الگوی باد، سنجش سرعت باد، تحلیل همه این موارد روی 5 تا بادنما با ایندیکیتورها کار ساده ای نیست و یه خورده در واقع باید تمرکز بیشتری برای تمرین داشته باشم تا سطح امتیاز رو بالاتر ببرم. البته این شرایط جوی که امروز داشتیم بالای 240 زدن خوبه، امتیاز بالای 240 خوبه، ولی جا داره تا 245 هم در واقع امتیاز رو گرفت. خب اگه بخوایم امروز تجربه تیراندازیمون رو بگیم، 1 سال میگذره از آخرین باری که من اینجا مسابقه دادم. اون موقع شدت باد خیلی کمتر بود، امروز خیلی بیشتره. اکثرا هم باد کراس داریم دیگه، رنج 4 متر تا 7 متر و محدوده امتیازی 240 تا 238 تا 242 رو تونستم امروز بزنم، ولی واقعا خیلی سخته تو این باد و یک لحظه از دست دادن تمرکزت باعث میشه که منفی بالایی بگیری، منفی 2 یا 3 و راحت با یه لحظه غفلت بهت میده توی این باد.